میده زیر خاک میکرد. من گفت 3 دخترچه زیر خاک میکرد. 2 تاش پروا ندارم. دختر سیوم گفت وقتی دست گرفتم صحرا میرفتم دخترچه ناز میکرد که با پدر استراحت رو. وقتی گفت قبرش میکردم خاکا در ریشای ما میچسبید می آمد از ریشای ما جدا بود. وقتی ماندمش گفت به چیزی وزبین زد ناله کرد. پدر جان من چی گناه کردم که این معامله را نسبت کنم. میگه همیشه قصه آمد رسول الله گفت اعید یا عمر یک بار دیگه قصه تایسر کن. هر بار همیشه می اومد میگفت اصلا او والله عمر اگر مسلمان نمیشه یه آتش جهنم تو انتظار. لیکن اسلام توی کارا را از بین. ببین رسول الله را چگونه دست. روز میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قریب پیش از وفاتش بود میگه بالای منبر برآمد از همه بخشش گفت اگر کسی را مال گرفته باشم سخنی ناجا گفته باشم مرا ببخشد اگر دعوا داشته باشه بیاید. میگه ابوبکر گریه میکرد خالد ابن ولید گریه میکرد همه گریه میکنن. یک صحابه دست برداشت گفت انا یا رسول الله ما بالای تو دعوا دارم. رسول الله گشتن نگاه کردن حضرت عکاشه است. گفتن انت یا عکاس یا عکاشه تو بالای ما دعوا داری؟ گفت بله من بالای تو دعوا دارم. گفت یاد داری من گفتم 70,000 امتی ما به حساب حسد جنت میروم. حدیث یادت از گفت گفت تو خواهش کرده بودی که رسول الله دعا کن من از همه جمله شم. من در حق تو دعا کردم و دعای من در حق تو قبول شد. با وجود همین که بالای من دعوا داری. گفت بله رسول الله نمیمونم که دعوا تا قیامت برود در دنیا برابر کن. اون من نسبت تو چی کار کردم؟ گفت یه روز مرا بطیاق زده بودی اما تیاخته بیار که من خدا بودم تا برابر شد. میگه فضل ابن عباس گریه میکنه بچه حضرت عباس که بیا مرا بزن. نگفت رسول الله مرا زده بود من رسول الله را بزن. حضرت گفت تیاخته بیارید بکش. تیاخته دادن حضرت از جاش خیست. گفت حضرت وقتی مرا زده بودی شکنی من نمایان بود که بالا تا برابر شد. وقتی میگه برابر شدم تیاخته پرتاخت من تا حدود خدا را آغوش کرد. رسول الله گفت حکاشه برای چی کار کرد؟ گفت این سخنها فهمیدم که با قدر خداحافظی میکنه و حدیث بیاد آمد که اگر بدن در بدن رسول الله برسه آتش جهنم براش حرام است. گفتم یک بارک آغوشت کنم که از آتش جهنم خلاص. ببین صحابه را ببین ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میفرماید گفتم همین روز من خدمت رسول الله میکنم. رسول الله میگه داخل یک باغ شد. چند لحظه بعد میگه حضرت ابوبکر اومد خواست بدرایه رفتم گفتم من پاسبان رسول الله اول رسول الله را بپرسم اجازت میدم. گفتم حضرت جان ابوبکر آمده است بیاید. رسول الله گفتن فسلمه فبشره بالجنه. برای ابوبکر مرا سلام بگوش که جنتی است. میگه آمد از این پهلوی است. چند لحظه بعد حضرت عمر آمد رفتم از رسول الله اجازت گرفتم. گفت فسلمه فبشره بالجنه. سلامش بگو عمر ما جنتی است. عثمان آمد علی آمد. حضرت ابو موسی میگه خدایا همون روز همه رفیقان کاش که می آمدن تا همش جنتی را میفهمیدن و خبر کش از زبان مبارک همین خاطر خدا را حال هم غنیمت است. حال هم غنیمت است. دوستهای پدره حتی عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها میفرماید روز فتح مکه شد میگه نگاه کردم رسول الله به یک کمپیرک میگه 1 ساعت زیاد صحبت کرد. چند لحظه بعد ایستاد میگه ریداش پرتاف. اون مادر گفت در بالای ریدای ما بشین. عایشه مادر میگه حیران شدم که کمپیر کی باشه که رسول الله این خطیش یاد بزنه. وقتی اومد گفتم حضرت جان کی بود؟ گفت این دوگانی هم رحمتی عائله هم بود. دوگانی رحمتی خدیجه بود. که عایشه مادر میگه هر روز در خانه ما اگر گوشتن میکشتن یه لیگی گوشتن به بالای دوگانهای همسرش بود. بعد میگه عایشه کم اگر رشت نگیم غیرتش بلندی کرد. گفت حضرت جان خدا است یک کمپیر گرفت از او بهتر یک دختر داد حال هم یاد امور میکنه. گفت هرگز این سخن نگو. اولین کسی به من ایمان آورده است خدیجه است. اولین کسی که تمام مالش در راه الله سرپرستی خدیجه است. نگو گفت در حال عایشه میگه گفت خدایا از غضب تو و از غضب پیغمبرت به تو پناه ببرم.
احترام کنیم مخلوقای خدا قدر کنیم. اگرچه در نزد ما به قدر باشند در نزد الله قدر. کسی را کمبودی دیدن حکمش نکنید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه کمبودی را دیدی تغییر بده حکم نکن فلیغیره بده. همین خاطر خداوند از ما و شما پدر و مادر گذاشته باشه، خدا رحمت کنه. تا حال اگر در درون قبر سوال و جواب داشته باشن، خدا سوال و جواب را براشون آسان. اگر قبرهاشون چای دوزخ باشه باغ جنت، اگر تاریک باشه روشن. اگر پدر و مادرمان حیات است، خداوند بالای سرمان همچون سایبان سر نگهبان. اهل و عیال و فرزندانمان سبب زیبایی زندگانی این دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب بگردد. خدایا در این دنیا رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی نصیب. خدایا صحابه ها می رفتن از رسول الله شکایت می‌کردند، اما این روز رسول الله نیست، ما شکایت به تو می‌کنیم. اگر در جنت دیدار تو نباشه و رضای تو و دیدار پیغمبرت و شفاعت پیغمبرت نباشه، ما در جنت نمی‌تونیم. خدایا پیغمبرت آرزو کرد که کاش ما را میدید. اگر پیغمبرت میدونست که ما قد گناه میکنیم، شاید آرزوی دیدار ما را نمیکنیم. خدایا با آرزوی حبیبت ما را نصیب. خدایا کار تو به حکمت نیست. اگر رسول الله حالا وجود می‌داشت، شاید چشمای ما طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت می‌کند. خدایا روز قیامت ما را چشم بده، قلب بده که طاقت دیدار تو حبیب باشد. خدایا ای وطن عزیزی ما را از جمیع آفت‌های آسمانی و زمینی در پناه اسمت نگهبان. از که بچه‌های در صحنه‌ها هستند، خدا به حال و رحم کن. مسئولین دولت را از زینه پایان تا زینه بالا، خصوصا رئیس جمهور، رئیس شهر، رئیس ناحیه و محله ها را باز هم عدل و انصاف، نکبتی و بردباری رسول قوم و ملتشون زیاده بگردان. خدای عید از ما مبارک بگردان. تا عید آینده صاف و سلامت، صحت و سلامت خدای برای ما نصیب بگردان. حاجی‌هایی که از تمام وطن‌ها رفتند، خصوصا حاجی‌های وطن ما را خداوند حجاشون قبول، سعی‌هاشون مشکور، دعاشون مقبول، صحت و سلامت آمدن به وطن پروردگار نصیب بگردان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله.